سلام علیکم دوستان عزیز، بازم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای دیگر. دوستان عزیز، زمانی که شما پلی استور استفاده میکنین به این رقم یک مسیج روبرو میشین که میگن که گوگل پلی استور شما چی شده، متوقف شده است. چگونه میتونیم میره چی بکنیم؟ تنظیم بکنیم. کنین ببینین شما زمانی که در پلی استور میایین و میخواین یک چیز دانلود بکنین یا سرچ بکنین، در جیور سرچ کردن و یا هم قبل از باز کردن پلی استور شما با چنین مسیج روبرو میشید که نمیتونین پیش برین یک اپلیکیشن رو دانلود بکنید. حالا با شما ما عملا اینجا نشان میتونم ببینین این تلفنی که ما درش کار میکنم و میچینین پیام روبرو شدم با پلی استور متوقف شد، کار نمیکند. خب چگونه میتونیم ما رو تنظیم بکنیم؟ دو راه داره که ما رو تنظیم بکنیم. شما ایرا چی میکنید؟ میاین با تنظیمات تلفنتون، میاین سر تنظیمات تلفنتون کلیک میکنین، با شما صفحه باز میشه و شما اپ یا اپ نوتیفیکیشن یا اپ منیجر یا خود اپ پیدا میکنین، بالاش کلیک میکنین. زمانی که اینجا کلیک کردین با شما صفحه دیگری باز میشه. دو صفحه شما میاین اپ انفورمیشن که در سر جدول هست پیدا میکنین. دیگه تلفن ها فرق میکنه، فقط اپ نشته شده باشه. بعدا شما میاین پایین، اولین کاری که میکنید گوگل پلی سرویس را تنظیماتش انجام میدهید. گوگل پلی سرویس را ما سرش کلیک میکنم. حالا میاین استوریج و کچ پیدا میکنین که دیگه تلفن ها بازی جداگانه باشه، یعنی هر تلفن سیستمش فرق میکنه. شما فقط همین عنوان متوجه باشین. این کلیر میکنین، کلیر کچ میکنین. بعد از کلیر کچ شما میاین کلیر استوریج که در پهلوش است، کلیر استوریج را هم فشار میدهید و این مرحله اول امیجا تمام میشه. و اینجا در کلیر استوریج شما کلیر آل دیتا هم میگین و اوکی میکنین. در اینجا مرحله اول تمام میشه، میایم دوباره این مرحله را انجام میدیم. میایم در اپ نوتیفیکیشن یا اپ منیجر، میایم این عموم آپشن اپ انفورمیشن را پیدا میکنیم. بعد از او بعد میایم این مرحله اپ انفورمیشن که پیدا کردیم پلی استور را پیدا میکنیم، یعنی امی خود پلی استور را پیدا میکنیم. این عملیه را دیگه هم انجام میدیم. پلی استور سرچ کلیک میکنیم، این صفحه باز میشه و میایم سر storage and cache. storage and cache ما شما فشار میدیم، کلیر کچ ایره کلیر میکنیم، یعنی چی میکنیم؟ پاک میکنیم میرم. و کلیر استوریج ایره هم چی میکنیم؟ پاک میکنیم و اینجا اوکی میکنیم. بعد از اوکی کردن ببین ما این صفحه را چی میکنیم؟ ترک میکنیم، یعنی از این صفحه میبریم و دوباره با پلی استور داخل میشیم. میبینیم که ما مسیج دریافت نمیکنیم و پلی استور ما چی میشه؟ تنظیم میشه. این به می شکل در تمام تلفن های اندروید انجام میشه، فقط نام هاش فرق میکنه. اپ منیجر، اپ استور به می شکل میباشه. ببینین آلی او مسیج ما دریافت نمیکنم. دوستان عزیز، صفحه ما را سابسکرایب بکنید، ویدیو ما را لایک بکنید تا همچنین ویدیوهای بیشتری در قسمت تنظیمات تلفن برای شما تهیه کنم و با شما نوتیفیکیشنش بیاید. تشکر.